بعد من یه فیلمنامه دیگه نوشتم به نام زنگ‌های خطر، برای اون شهریاری خوندم. شهریاری خیلی خوش اومد و گفتش که صحبت میکرد که به کی بدیم درست کنن اینا. من گفتم که خود من اگه مایل باشی خودم درست میکنم. اینم با گرجی عبادیات صاحب اطلس فیلم بود، تو با هم شراکت میخواستن درست. گفت والا فلانی من حرفی ندارم، من میدونم تو آدم زرنگی هستی فلان و میتونی انجام بدی، من برم صحبت بکنم ببینم موافق هست یا نه. خواستم با گرجی عبادیات صحبت کرد و اون گفته بود که من به یه شرط موافقم که 3 صحنه از فیلمو بره بگیره من ببینم. ما همون فریدون ریپور رو انتخاب کردیم برای فیلم برداری و که دستیارش هم رضا انجم‌پور بود و عرضم بودتون که بازیگرانی هم که انتخاب کردم جمشید مهرداد بود، یه جوان جدیدی رو انتخاب کردم به نام رامین یوسفی، بعد خانم آزاده بود، میلانی بود، رضا شفیع بود و 3 صحنه از سخت‌ترین قسمت فیلمنامه رو انتخاب کردم که در راهن بود. مثلا در یه صحنه‌اش ما کرن نداشتیم که من فریدون ریپور رو کولم سوار کردم نشسته بودم که بلند میشد حالت کرن انجام میداد. در حال این صحنه رو گرفتم منم و گرجی اومد دید و پسندید و فیلم ادامه پیدا کرد و فیلم تموم شد و بعد گرجی شروع کرد به تدوین کردن. اون شبا تدوین میکرد، من بعد از 8 تا 8 شب تو استودیو میشستم تا این 8 شامشو بخوره و اینا بریم موبیلات تا 12. یک خیلی مشکل بود. من بعد از 2 سال به شهریه گفتم که من خودم این فیلمو تدوین میکنم دیگه. من بعد بابا اولین فیلمت چجوری میخوای تدوین کنی اینا؟ گفتم حالا من اگه بد بود بگی بعد تو عرض تدوین بشه، بهتر از اینکه اینجور شبا بریم بمونیم اینا. بعد با گرجی صحبت کرد، گفت خب یه صحنه تدوین کنه من ببینم. خلاص ما یه صحنه تدوین کردیم، خوشش اومد و فیلم ما تدوین کردیم و حتی آنونس هم ساختم. نه اون موقع فیلم ها حدوداً 5-6 ماه طول میکشید تا به نمایش در بیاد.